بچه‌ها دقت کنید، این شادو کردن شناسنامه بوکسه. وقتی شادو کردی نشون میده تو بوکسور هستی یا نیستی. یعنی وقتی یه بوکسور کار میکنه میخوان ببینن بوکسور یاد گرفته یا خوب یاد نگرفته، میگن شادو کنید. اصلا ربطی هم به سن ندارد، ربطی هم به قهرمانی ندارد. شادوی ما یعنی چی؟ ببین، یک، دستت پایین نیاد. دو، گفتم دستت هش نشه. دست 11. فک بالا نباشه، فک پایین. حرکت میکنی، وقتی مشت میزنی دستت پایین بیاد به درد میخوره. وقتی مشت میزنی دستت پایین بیاد به درد میخوره. فک پایین. هر مشتی که میزنی قبل جمع کردنت باید بزنی، نزنی جمع کنی بعد بزنی. پس باید اینو هر مشتی میزنی باید این کاور کنه صورتتو. خب